یاره دیگه واقعا ما پسرا خیلی بدبختیم. ما پسرا 2 سال از بهترین روزا عمرمون میریم خدمت، بعد دخترها اصلا خدمت نمیدونن چیه. ما میریم مرد بشیم، اونا زن میشن. ما پسرا تا به دنیا میایم باز میکنیم چشممون میگه به دنیا آمدیم، میگن بیا اینجا ما رو ختنه میکنن. یعنی تنها چیزی که میتونیم باش لذت ببریم از وسط شقه میکنن، تازه ما رو جانباز محسوب نمیکنن. ولی دخترها نهایتا یه گوشی ازشون سوراخ. ما پسرا وارد زندگی متعالی که میشیم باید صبح تا شب بدویم تا زنمون رو خوشبخت کنیم. زن ما نهایت یک خونه ای رو مرتب کنه، یک غذا بذاره جلو. ما پسرا میریم سر کار با مدرک دکترا، میریم یکی ما رو راه نمیده. ولی دختره سیکل میره اونجا فقط موها رو میده بیرون، لبا رو قرمز میکنه، دو پا باد میکنه. عربان نشه رئیس میگه خیلی خوش آمدید، شما استخدامی، بی زحمت پشت میز بشینید براتون 2 تا چای بیارم. تو این لایف زندگی فینیش واسه کسی که تمومش که واسه کسی.